همین خیلی حاصل ها داشت حضرت. بچه اوچه عبدالله ابن مسعود خیلی عبدالله ابن مسعود خچی به حاصل میگفت که یبن ام عبد، ای پسر مادر عبدالله اینجا بیو. عبدالله اجنه میگفت، بچه اوچه عبدالله میگفت. این یکی از همون شوخی های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یک اعرابی نزدش میآید میگه یا رسول الله راهم دور است، شترم در راه تلف شد، بار دارم او را در پشتوره گرفته بردن نمیتونم، یک شتر بتیم از همون مالی زکات تا اینکه مال ما بدازم اما بارم به منزل برسم. حضرت گفت یک پسر شتر بتینش، یک بچه شترش بتین. گفت یا رسول الله بچه شتر در سر میزنم، بچه شتر بار ما بره خود ما بره، یا شتری کلانم بده دا بارم ما برم. گفت ای جاهل، اوغم همون شتر بچه شتر نیست، شتر فیل نمیزوید که شتر میزوید.